سلام دوستان گلم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من حسام هستم، 12 سال استرالیا هستم و امروز میخواستم یکم متفاوت صحبت کنم راجع به استرالیا، بهشت روی زمین، کشور فوق‌العاده، طبیعت بی‌نظیر، مردمان خوب، ولی خب بالاخره معایب خودش رو هم داره و میخواستم 20 تا نکته منفی رو راجع به استرالیا امروز بهتون بگم. اولین عیبش اینه که در واقع استرالیا ته دنیاست و برای رسیدنش باید حداقل 20 ساعت پرواز کنی. به جز آسیا و جنوب شرق آسیا هم دوره و هم پروازش گرونه و طولانی هست و طاقت فرسا هست و داستان دیگهش اینه که باعث میشه که شما خیلی در واقع جت لگ بشین و غرب به شرق معمولا جت لگش بدتر هست و به ازای هر ساعت اختلاف ساعت یک روز زمان میبره که ساعت بدن اینو اجاست بکنه. دومین عیبش اینه که شهرها از هم خیلی دورن. اینجوری نیست که خیلی راحت 3 ساعت درایو بکنی و 3 تا کشور رو رد شی مثل قاره اروپا. یه مثال دیگه هم بخوام بزنم اینه که از سیدنی تا پرس حدود 5 ساعت 4 ساعت و خورده‌ای پرواز هستش و واقعا هم حساب پول میخواد و وقت میخواد که باید بذاری. بر همین اساس عیب سوم هزینه‌های زندگی بالاست که یکی از کشورهای گرون دنیاست استرالیا و شهرهای بزرگش سیدنی و ملبورن جزو معمولاً 10 شهر گرون دنیا قرار دارن. برای اجاره یه اتاق حتی شما باید کلی بپردازین که حالا من در یه ویدیوی دیگه میخوام بپردازم به دخل و خرج تو استرالیا. شما درآمد خوبی داشته باشین بد نیست، ولی به هر حال یه ذره حالت سیوینگ مودو داره، یعنی شما همیشه باید سعی کنین که ببینین چه آپشنایی هست که شما بتونین در واقع سیو بکنید. مسئله بعدی غذا و رستوران گرونه که در راستای همین گرونی استرالیا هستش. با اوبر اگه بخوایم بریم مرکز شهرش و یه رستوران غذا بخوریم برای 2 نفر، یه مشروبی هم بخوایم بخورین، حدود $200-300 پاتون آب میخوره و به خاطر همین هستش که من میگم معمولا مردم تو سیوینگ مود هستن، خیلی رستوران نمیرن و اونجوری که مثلا تو کشورهای دیگه رستوران خیلی شلوغ هست، اینجا خیلی شلوغ نیست. آخر هفته خب یه ذره شلوغ‌تر میشه، ولی خب میگم این به خاطر هم هزینه است، هم به خاطر اینکه در واقع خیلی نایت لایف و زندگی شبونه نداره اینجا. عیب بعدیش اینه که آب و هوا خیلی متغیره. آب و هوای استرالیا بد نیست خدا وکیلی، ولی مثلا شهر ملبورن 4 فصل تو یک روز داره و شهر بریزبن هم شاید 4-5 ماه از سال هوا بسیار شرجی میشه و این واقعا کار رو سخت میکنه برای کسایی که میخوان از طبیعتش استفاده بکنن، مثلا در طول روز خیلی هوا شرجی و گرم هستش که این باعث میشه تابستونای داغ و طاقت فرسا استرالیا رو ما بگیم، به خاطر اینکه از سیدنی به بالاتر و حتی خود ملبورن بچه ها معرف میکنم ریکو و دیگه طاقت نیاورد دیگه اومد اینجا و میخواد ببینه که من دارم چی میگم. از همین خود سیدنی و بالاتر و حتی خود ملبورن هم خیلی ممکنه هوا خیلی گرم بشه و خب به هر حال به 40 درجه 40 خورده درجه هم میرسه که کلا استرالیا معروفه به گرمیش و شهرهای بریزبن و شهرهای شمالی مثل کنز یا داروین که دیگه واقعا بدتر هست و اون در واقع هیومیدیتی یا رطوبت هوا هم شما باید اضافه کنید که واقعا تو تابستون تو روزا که اصلا خیلی سخت میشه اومد بیرون، یعنی حتما باید با کولر شما بیرون باشید که در واقع این باعث میشه که خطر آتش سوزی باشه و هر چند سال یه بار ما آتش سوزی های خیلی شدید داریم تو استرالیا که البته خب این عیب خیلی خاصی نیست، یعنی به شما خیلی مثلا زیاد خیلی ربطی نداره، ولی خب به هر حال باعث میشه که هزینه بیمه و این داستانا در واقع گرون باشه. عیب بعدی حشرات و حیوانات عجیبش هست. بچه‌ها من با دوچرخه میرم سر کار و همین امروز که داشتم میرفتم تو جاده یه مار در واقع البته مرده بود ولی در واقع از روی مار رد شدم تقریبا، یعنی یه ماری که در واقع له شده بود ازش رد شدم و چون سرعتم بالا بود یهو دیدم که یه ماری بوده و حتی فکر کنم مار سمی هم بود چون یه قسمت قرمزی داشت که
احتمال میدم مار ردبلی باشه و خب مار سمی هست. ولی خب مارهای غیر سمی مثل پایتون هم هست و زیاد داره. کاری به کارتون ندارم، ولی خب به هر حال ماره دیگه، اگه بترسین از مار دیگه اینم هست. و مورد بعدی عنکبوته که عنکبوت زیاد داره، ولی یه سری عنکبوت داره به نام ردبک که پشتشون قرمز هست و اونا یعنی مثلا اگه شاید بچه رو بزنن احتمال داره که به فوت هم دچار بشه. مورد بعدی سفر یه مقدار گرونتر هست، اینجا هتل‌ها گرونتر هست که برمیگرده به همون مورد که گفتم، کلا هزینه ها بالا هست، هزینه قبض ها بالا هست، حمل و نقل بالا هست و بیشترین مسئله خونه هست که بالاترین در واقع هزینه برای خونه هستش. چه شما بخواید بخرید چه بخواید اجاره بکنید هزینه ها خیلی بالا است که میگم حالا تا در یه ویدیو من کامل راجع به دخل و خرج استرالیا میخوام صحبت بکنم و اینکه باید چقدر شما در واقع چقدر باید درآمد داشته باشین که بشه خونه خرید یا بشه یه زندگی خیلی خوبی رو داشته باشین. اینترنت سرعتش بد نیست، از ایران خب 100% خیلی بهتر هست، ولی در مقایسه با ژاپن یا کره یا حتی اروپا خیلی کمتر هست سرعتش. داستان دیگه اینه که حمل و نقلش خیلی محدود هستش اینجا، به جز سیدنی و ملبورن و یه ذره بریزبن کلن و حتی خود همین شهر هم خیلی حمل و نقلشون مثل اروپا نیست و شما حتما باید ماشین داشته باشین و اونم خب البته خیلی بد نیست، ماشین داشتن هم اوکی هست و میگم فقط یه سری داستانهای خودشو داره که باید شما لایسنس بگیرین و ترافیک هم خوب هستش. به هر حال در همین راستا راجع به فرهنگ رانندگی صحبت کنیم. از ایران خب خیلی بهتر هست، ولی میگم مثلا من با اروپا مقایسه میکنم، خب اروپا همه خیلی ریلکس‌تر و چیل‌تر هستن، اینجا یه مقدار استرس بالاست مثلا تو سیدنی و واقعا ممکنه یه مقدار شاید تندتر رانندگی کنن یا مثلا یکی بپیچه جلوتون یا حتی شما در واقع رود ریج رو ممکنه ببینید که در واقع فارسیش میشه دعوای خیابونی یا مثلا قلدری خیابونی رو ممکنه ببینین تو رانندگی ها. مهمترین چیزی که برای من هست و در واقع چیزی که من از استرالیا خیلی خوشم نمیاد و برای من خیلی بولد هست این داستان اینه که همه چیز زود میبنده و نایت لایف نداره و برعکس ایران یا اروپا اینجوریه که همه ساعت 5 و 6 که میرسن خونه دیگه معمولا خونه میمونن و همون ساعت 8 و 9 دیگه میخوابن و چون باید برن سر کار و چون فاصله داخل شهرها زیاد هست و مردم خیلی رانندگی میکنن که برسن به سر کارشون، در واقع خیلی حوصله ندارن برن بیرون و یه دلیل دیگه هم به خاطر هزینه است که سر همین خیلی نایت لایف نداره و کلا رستوران هم مثلا تا همین 8 و 9 و دیگه نهایتش تا 10 بازن و به جز یه سری رستوران‌های 24 ساعته مثل مکدونالد و اینا دیگه همشون معمولا میبندن و این بیشترین در واقع عیبیه که من میتونم رو استرالیا بذارم و همین باعث میشه که مردمش خیلی گرم و آوتگوینگ و اینجوری نباشن که همش مثلا ما بتونیم بریم بیرون و هی برنامه بذاریم و این داستانا و مردمش کلا اینجوریان که مثلا میخوای باشون یه برنامه چیزی بذاری کلا کلندرشون نگاه میکنن و مثلا شاید بهت بگم مثلا با کی 3 هفته دیگه بریم این برنامه و کلا میگم این به نظر من بزرگترین ایرادشه که من هنوز بعد از 12 سال خودم رو اداپت نکردم و میگم دیگه میس میکنم واقعا این نایت لایفی که ما تو ایران داشتیم و یا اینکه ما رفتیم اروپا و تو اروپا من دیدم این نایت لایف رو. بچه این حوصله‌اش از سر رفته. مسئله بعدی که از همینم پیش میاد اینه که غربت و فاصله فرهنگی هست که فرهنگ ما خیلی آوتگوینگ هست، خیلی میخوایم بریم بیرون، همش با دوستان باشیم و جشن و مناسبت‌های زیادی رو داشتیم تو ایران، ولی اینجا اینجوریه که خب حالا جشن و اینا هست ولی خب خیلی کم، فقط به مثلا شاید تولد محدود بشه و اونم
خیلی تولدهای حوصله سربر که مثلا فقط در واقع پشت میز شام میشینن و فقط با هم دیگه صحبت میکنن و کار خاصی دیگه ای نمیکنن. و حالا خدا رو شکر ایرانی تو استرالیا زیاده و شما میتونید با ایرانی در واقع تعامل داشته باشین، ولی بله اگه آقای ریکو بذاره یه ذره میگه توجه کن به من. و به خاطر همین خیلی فرهنگ فرق میکنه و اینا کلا آدمایین که ایندیویدوال هستن. ایندیویدوالیسم اینجا خیلی رایجه و در واقع مردم اینجا رو خودشون تکیه میکنن، همه کار خودشون میکنن و مثلا اینجوری نیست که شما مثلا چه بدونم یه چیزی لازم داشته باشه از همسایه بخوای بگیری یا خیلی راحت مثلا بتونی با همسایت. البته خدا رو شکر ما با همسایه‌مون رابطه داریم و بد نیست، ولی خیلی کمه واقعا. من خیلی ندیدم تو استرالیا این داستان رو و میگم فاصله فرهنگی هم شاید بتونم بگم که دومین عیب بزرگ استرالیا هستش که اینجا هست. و مهمتر از اینه که اگه شما تشریف بیارین استرالیا، این در واقع دوری از خانواده هست، اختلاف ساعت با ایران هست و با جاهای دیگه البته هم، که باعث میشه یه مقدار تماس سخت‌تر بشه با خانواده و خب دوری از خانواده باعث میشه که کلاً یه مقدار داستان سخت‌تر بشه. یه داستان دیگه که اینجا هستش اینه که زندگی خیلی کند و آروم هستش. من اولش که اومده بودم اینجوری بودم که خب مثلا من ایمیل میزنم چرا جواب نمیدن، من زنگ میزنم چرا جواب نمیدن و چرا همه چی کند هست و خیلی کارا خیلی خیلی آروم انجام میشه. شاید مثلا یه کار خیلی آسون، شاید مثلا گواهینامه گرفتن شاید 6 ماه طول بکشه، یا مثلا خونه خریدن شاید 6 ماه تا 1 سال طول بکشه، یا حتی خونه اجاره کردن شاید 2-3 ماه طول بکشه. و این به خاطر اینکه همه چی آروم هست و خیلی اینا ریلکس و خیلی کول برخورد میکنن و خیلی اینجوری نیست که بخوان سریع کارا رو انجام بدن. و مثلا شما اگه حتی یه شاپی برین که مثلا ساعت 4:55 رسیدین، دیگه یه دقیقه به خاطر شما وای نمیسن، کارشون که تمام شد دیگه در واقع کارو تمام میکنن و خیلی دیگه افورت نمیذارن. سیستم درمانیش هم کنده. مدیکر سیستم درمانی استرالیاست که در واقع اسمش رایگان هست، ولی خب در واقع رایگان نیست و شما هر سال باید 2000 3000 4000 تا بستگی به حقوقتون باید هزینه‌شو پرداخت بکنین، حتی اگر از دکتر استفاده نکرده باشین. و خب میگم اون هم خیلی کند و به نظر من خیلی به درد نمیخوره و فقط چیزای اساسی رو کاور میکنه و شما حتی اگه دکترم برین سرماخورده باشین میگه که فقط برو استراحت کن و خودت خوب میشی. مسئله بعدی مالیات بالا هست که حالا میگم مثلا از آلمان و یه سری کشور دیگه بهتر هست اینجا مالیاتش، ولی در کل مالیات بالا هست و شما تا 45% ممکنه مالیات بدین، که این هم البته اینجوری نیست که هرچی در بیارین 45% هست. مثلا برکت داره، شاید تا حدود $20,000 در سال اگه درآمد داشته باشین معاف از مالیات هست، بعدش تقریبا تا 40,000 تا یه مالیات خیلی کمی هست، حدود 18% فکر کنم اگه اشتباه نکنم، و همینجوری بیشتر میشه و تصاعدی میره بالاتر. و مورد آخرم به نظرم همون حس انزوا و حس دوری و این هستش که در واقع خیلی قانونمند هست اینجا. درست قانونمندی خوبه و به نظر من خیلی تو ماچه. یعنی شما اگه بخواید یه کاری انجام بدین باید خیلی چیزا رو در نظر داشته باشین. یه خونه خریدن کلی داستان داره، اجاره کردن کلی داستان داره و باید مراقب باشین که سرتون کلاه نره، که اینم البته یه مورد دیگه هستش. و در واقع گرونی و اینا هم که در واقع من بهش اشاره کردم، برای من بیشترین چیز همون شاید نداشتن در واقع زندگی شبانه و سوشال لایف و این در واقع گرونیش باید برای من هستش. لطفاً شما هم اگر چیزی به ذهنتون میرسه به من بگین. اگه تو استرالیا هستین بگین که چی اذیتتون میکنه و ممنون میشم که بچه لایک کنید، سابسکرایب کنید حتما که من بتونم ویدیوهای بیشتری بگیرم، و لطفاً هر نظری چیزی هم داشتین برای من کامنت کنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.